امروز در مورد بیماری بواسیر گپ میزنیم. اینکه بواسیر چیست، چگونه به وجود میآید و باورهای غلط در مورد بواسیر کدام هاست. در ضمن باید مفصلا بحث کنیم که هر مرض مقعد بواسیر نیست. تنها dilatation of veins یا تورم و پوندیدن رگهای کوچک، خصوصا وریدها در کانال مقعد سبب بواسیر میگرده. خوب مفصلا روی موضوع گپ میزنیم. بواسیر یا هموراید یا به نام پایلز هم یاد میشه. همورایدز، dilatation of veins یا پوندیدن و تورم رگهای کوچک در اطراف کانال مقعد است. ما دو نوع بواسیر داریم: بواسیر داخلی و بواسیر بیرونی. internal hemorrhoid و external hemorrhoid یا بواسیر خارجی. یک اصطلاح غلط و باور غلط در مورد بواسیر موجود است که در جوامع ما به نام بواسیر خونی و بادی یاد میشه. اینا اصطلاحات غلط است. به نام بواسیر بادی و خونی هیچ نوع بواسیر موجود نیست. تنها internal hemorrhoid بواسیر داخلی، external hemorrhoid یا بواسیر بیرونی یا خارجی موجود است. خب این طبقه بندی بیشتر توسط موقعیت آناتومیک کانال مقعد صورت گرفته که بعداً مفصلا رویش گپ میزنیم. خب به طور مثال ای شد کانال مقعد، بالا از کانال مقعد رکتم یا قسمت فوقانی، قسمت تحتانی روده کانال ما یا رکتم موقعیت داره که بیشتر مواد غایطه در رکتم ذخیره میشه. storage of feces در رکتم صورت میگیره. کانال مقعد در داخل خود کالم های مخصوص داره که به نام انال کالم یا کالمز آف مورگگنی یاد میشه. انال کالم و توسط یک خط به نام پیکتینیت لاین کانال مقعد ما به دو حصه بالا و پایین یا قسمت اولی و دومی تقسیم میشه که این نوع طبقه بندی بیشتر ریشه در امبریولوژی یا زندگی داخل رحم داره. قسمت بالاتر از پیکتینیت لاین از اندودرم ساخته شده. این شد قسمت بالایی کانال مقعد که از اندودرم ریشه گرفته و قسمت پایینی کانال مقعد از اکتودرم. خوب روی امبریولوژی یا ساخت و ساز نمی پیشیم. قسمت پایینی یا lower part of anal canal یا second part of anal canal اینا رول خیلی مهم در بواسیر داره که بعدا رویش گپ میزنیم. lower part of anal canal. خب قبلا بواسیر به دو حصه تقسیم کردیم: بواسیر داخلی و بواسیر بیرونی. بواسیر داخلی بالاتر از پیکتینیت لاین از قسمت اولی انال کانال به وجود میاد و قسمت پایینی انال کانال معمولا جای است برای به وجود آمدن بواسیر بیرونی. خب بیشتر بواسیر داخلی توسط superior rectal vein به وجود میاد. superior rectal vein یا ورید superior rectal
و رادیکلز ها یا شاخه های کوچکی که به رادیکال وینز به سوپیر رکتن وین خون دی اکسیژنیتد یا خون ناپاک میبره، بیشتر در بواسیر داخلی دخیل است. و بواسیر بیرونی یا خارجی که معمولا در قسمت پایینی مقعد به وجود میه، در آن inferior rectal vein دخیل است. inferior rectal vein یا ورید inferior rectal که شاخک های کوچک و tributaries یا رادیکال های کوچکش خون ناپاک انتقال میته به inferior rectal vein. اگر بنابر هر ملحوظه ای رگهای خونی متورم گردد بپنده، بواسیر به وجود میاره. بواسیر داخلی در اینجا رگهای کوچک موجود است، وریدهای کوچک موجود است که به شکل یک شبکه یا وینس پلکسز وظیفه خود انجام میده. کالم مورگگنی ای ساحه را اگر اینجا واضح‌تر و کم بزرگتر رسم کنیم شاید بهتر بفهمیم. ای شد کالم مورگگنی یا انال کالمز که توسط شبکه های کوچک وریدی مکمل پوشانیده شده. زمانی که فشار داخل شکم بنابر هر ملحوظه چون قبض، باد شکم، موجودیت عفونت در روده و کانال مقعد میریم به تشناب و زور میزنیم، در استرینینگ و بالاخره در انجام زور زدن این رگهای کوچک میپنده و بالاخره بعد از پوندیدن متکرر و بار میلان به خونریزی پیدا میکنه. بواسیر داخلی بیشتر توسط این شبکه های کوچک وریدی به وجود میه، توسط وینس پلکسس. و بواسیر بیرونی هم که بیشتر از شبکه های کوچک وریدی در پایینتر از پکتینیت لاین یا دنتیت لاین به وجود میه و بیشتر هم سبب خونریزی و عفونت ها در کانال مقعد میگرده. خب، بواسیر داخلی از نگاه موقعیت آناتومیک خود به 3 درجه تقسیم شده: اینترنال هموراید، یا بواسیر داخلی. 3 درجه بواسیر. درجه اول بواسیر یا فرست گرید یعنی تورم و پوندیدن منحصر به کانال مقعد است. تنها این نواحی رگهای خون پوندیده در داخل کانال مقعد است و بیرون هیچ مشاهده نمیشه. در داخل انال کانال یا کانال مقعد موقعیت داره. و بواسیر درجه دوم، بواسیر داخلی را گفتیم به 3 درجه تقسیم میکنیم: بواسیر درجه اول داخلی. درجه دوم بواسیر داخلی از کانال مقعد بیرون قابل مشاهده می باشه، به نام منول همورایدز هم یاد میشه. یعنی مریض زمانی که به تشناب میره، مقعد و قسمت پوندیده رگهای خون بیرون مبرایه و مریض هم به کمک دست خود قسمت بیرون آمده بواسیر دوباره به جا می سازد، داخل مقعد میبره. به می خاطر به نام منول هموراید هم یاد میشه. هموراید درجه سوم یا ترد گرید هموراید که به نام بعض اوقات بین رکتال پرولپس و ترد گرید هموراید هم تفکیک جدی باید صورت بگیره که موضوع جراحی واضح تر و خلاصه تر صورت بگیره. ترد گرید هموراید یا درجه سوم همان بواسیر است که پوندیدن رگهای خون بیرون از کانال مقعد در هنگام رفتن به تشناب قابل مشاهده است و اگر مریض توسط دستان خود هم
قسمت پرولپس یا بیرون آمده را به داخل کانال مقعد ببره، به آن صورت هم دوباره پرولپس میکنه مفته که علاج مطلق اینه و بواسیر جراحی است. خب کانال مقعد در حدود 4 سانتی متر طول داره، پایین تر از رکتم موقعیت داره. رکتم هم قسمت پایینی روده کلان ماست. خب رکتم جایی که مواد غایطه ذخیره میشه، قسمت تحتانی امعای بزرگ یا امعای کلان و کانال مقعد یا انال کانال. کانال مقعد توسط عضلات خیلی ظریف ساخته شده و پوشانیده شده و وظایف خیلی مخصوص در دفع مواد غایطه داره. این عضله که از هر دو طرف کانال مقعد پوشانیده است به نام اینترنل سفنکتر یا عضله اینترنل سفنکتر یاد میشه. توسط سیستم عصبی خودکار یا اتونومیک نروس سیستم اداره میشه، به این خاطر تحت اداره ما نیست. یعنی عضله اینترنل سفنکتر عضله غیر ارادی است، به اراده شخص صورت حرکت نمیکنه. بیشتر در دفع مواد غایطه رول خیلی مهم داره. و اینترنل سفنکتر مثلا و قسمت دومی که از این ناحیه موجود است اکسترنل سفنکتر مثلا 3 بخش داره: بخش سوپرفیشیل، میدل و دیپ، یا بخش سوپرفیشیل و دیپ که به این شکل موقعیت داره در اطراف مقعد. اکسترنل سفنکتر مثل توسط سوماتیک نرو اداره میشه و کنترل ارادی داره. یعنی در هنگام دفع مواد غایطه حرکات مخصوصی که در اطراف مقعد صورت میگیره توسط عضله به نام اکسترنل انال سفنکتر صورت میگیره. حرکات مخصوص مقعد، دهنه مقعد در هنگام دفع مواد غایطه پیداوار تقلصات امی عضله به نام اکسترنل سفنکتر مثل است. خب در پهلوی اکسترنل سفنکتر مثل شحمیاتی که در دور و بر عضلات موجود است اجازه میده که در هنگام دفع مواد غایطه قطر کانال مقعد بیشتر شود. در هنگام تقلص عضلات فایبرهای عضلاتی به داخل شحمیات میره و شحم هم اجازه میده که تقلص بهترتر و خوبتر صورت بگیره. موضوع دومی که خیلی مهم است شقاق مقعد است که بیشتر افراد شقاق مقعد یا انال فشر به همراه بواسیر تفکیک درست نمیکنه و این یک موضوع کاملا جداگانه است. خب زمانی که در هنگام دفع مواد غایطه زور میزنیم و سالهای سال این پروسه جریان پیدا کنه، این قسمت کانال داخل مقعد بعد از زور زدن ها شق میشه، پاره میشه و درد خیلی شدید به وجود میاره. اگر این قسمت خوبتر واضحتر در اینجا رسم کنم شق مقعد یا انشقاق مقعدی را درستتر میفهمیم.
در داخل کانال مقعد گفتیم کالم های موجود است که به نام کالم مورگگنی یاد میشه، مورگگنی یا انال کالمز، و توسط استرکچر های کوچک به نام انال والو، توسط ساختمان های کوچک به نام انال والو این کالم ها با هم وصل شده. زمانی که قبضیت دوامدار داشته باشیم در دفع مواد غایطه یا در رفتن به تشناب زور میزنیم و این ناحیه پاره میشه، شق میگرده. درد خیلی شدید در هنگام دفع مواد غایطه داره ولی خونریزی خیلی کم. برعکس در بواسیر خونریزی خیلی زیاد است اما درد خیلی کم احساس میشه، خصوصا در بواسیر بیرونی. این انال فشر یا شقاق مقعد است که به همراه بواسیر خیلی فرق داره و حتی معالجهشان با بواسیر متفاوت است. در پهلوی انال فشر یا شقاق مقعد فیستولای مقعدی را هم رویش مفصلا گپ میزنیم. علتهای اساسی برای بواسیر و فشر انال فشر تقریبا یک نوع است. ایتیولوژی یا علتهایی که بالاخره دوامش میتونه بواسیر سبب بگرده، یکیش موجودیت قبضیت دوامدار است، کانستیپیشن. قبضیت یا کانستیپیشن علتهای خیلی زیاد داره. مواد غایطه سخت، شخ، دبل و در بیرون رفتن و بیرون راندنش نیاز داریم که زور بزنیم. قبضیت بیشتر توسط کمبود مایات و کمبود فایبر در مواد غذایی به وجود میاد. علتهای مختلف دیگه هم برای قبضیت موجود است، التهاب و عفونت روده و امراض سیستمیک دیگه که روز در مورد قبض اگر گپ زدیم مفصلا بیان میکنیم. در پهلوی قبضیت چاقی یا اوبسیتی علت اساسی برای موجودیت بواسیر، به وجود آمدن بواسیر و شقاق مقعد است. همچنان داشتن حمل یا پرگننسی یک خطر است برای به وجود آمدن بواسیر، چون فشار داخل شکم در هنگام دفع مواد غایطه بیشتر میشه و در موجودیت حمل چندین برابر میتونه زمینی خوبی برای بواسیر مساعد بکنه. در هنگام ولادت یا دلیوری، زمانی که طفل تولد میشه، برای بیرون شدن طفل از گردنه رحم مادرها مکلف از زور بزنن، قوه فیزیکی را بیشتر استفاده کنه که در زمان ولادت طفل انال فشر 90% شانس به وجود آمدن داره. بیشتر مادرایی که بعد از حمل، بعد از ولادت طفل احساس سوزش و درد در هنگام دفع مواد غایطه دارن، اونا مبتلا به انال فشر یا شقاق مقعد شدن که موضوع با بواسیر خیلی فرق داره. در پهلوی پرگننسی، انفکشنز یا التهابات در کانال مقعد، قسمت تحتانی روده کلان یا رکتم میتونه سبب به وجود آمدن و دوام بواسیر بگرده. همچنان تکالیف عروقی خصوصا واسکولایتس میتونه سبب ترومبوسیس رگهای کوچک در اطراف مقعد بگرده که زمینه سازی خوبی برای بواسیر است. خب، امراض کبدی یا سیروسز میتونه بواسیر به وجود بیاره. سیروسز، کرونیک لیور دیزیز یا CLD میتونه بواسیر به وجود بیاره. اینا علتهای شایعی است که سبب به وجود آمدن بواسیر نزد افراد میگرده. خب، یک موضوع مهم دیگه که تحت عنوان انورکتال فیستولا یا فیستولاهای مقعدی مطالعه میشه، بیشتر ابسس ها یا تجمع چرک و چروک در اطراف کانال مقعد سبب فیستولا میگرده. در اطراف مقعد گفتیم عضله اینترنال سفنکتر موجود است، عضله اکسترنال سفنکتر موجود است. اینجا هم اسچوریکتال فوسا موجود است. زمانی که از داخل کانال مقعد
یک راه و ترک یا یک دریچه برای تجمع چرک و چروک و محتویات مواد غایطه ایجاد شود، سبب ابسس میگرده. این ابسس نظر به موقعیت آناتومیک خود نامهای مختلف داره. اگر ابسس پایین از رکتم به وجود آمد، پری رکتال ابسس، پری رکتال ابسس یاد به نام پری رکتال ابسس یاد میگرده. اگر احیانا فیستولا یا ایترک به هر قسمت دیگه پایین تر از عضلات اسفنکتر در کانال در خالیگاه اسچیورکتال به وجود آمد به نام اسچیورکتال ابسس یاد میشه. اسچیورکتال ابسس، اسچیورکتال ابسس یا تجمع چرک و چروک و مواد میکروبی در اسچیورکتال فوسا. خب اگر مایات گندیده و پوسیده از داخل کانال مقعد توسط این چینل ها آمد و اینجا تجمع کرد، ابسس ساخت، میتونه این ابسس ها به بیرون از کانال مقعد هم اجازه پیدا بکنه. فرض مثال این کانال مقعد است. اگر در پوزیشن لیتارتومی این وضعیت رسم کنیم، این هم پاهای مریض، این هم بټک یا باسن مریض و این شد کانال مقعدی. در انورکتال فیستولا این ابسس ها یا تجمع چرک و چروک میتونه به بیرون راه پیدا بکنه، یک ترک بسازه که ایره به نام انورکتال فیستولا یاد میکنه. بیشتر با مریضای سر میخوریم که از مایع بدبو و چسبناک در اطراف مقعد خود شکایت میکنن، پس دیسچارج دارن و در هنگام رفتن به تشناب دردهای خیلی شدید هم گاهی اوقات تجربه میکنن. اینا فیستولاهای مقعدی داره که نباید همراه شق مقعد یا شقاق مقعد یا آنال فشار و هموراید خلط گردد. پس دیسچارج میتونه در فیستولاها صورت بگیره زمانی که ابسس به طرف بیرون ترک یا راه پیدا کرد. در پهلوی اینها یک چیزی که در بواسیر بیرونی سبب افرازات و ترشحات بدبو و چسبناک میگرده، زمانی که در بواسیر بیرونی external venous plexus که بیشتر tributaries یا رادیکال های inferior rectal venous plexus خونریزی به زیر جلد یا این قسمت صورت میگیره، سبکوتینیوس هماتوما را به وجود میاره. سبکوتینیوس هماتوما رپچر شده، پاره شده و سبب خونریزی، جمع چرک و چروک و مایع افرازات بدبو در اطراف مقعد میگرده. این وضعیت هم باید به همراه فیستولا تفکیک کرده بتانیم. در فیستولاها حتی چرک چروک بدبو با دردهای خیلی شدید موجود است و در بواسیر بیرونی بیشتر چرک و چروک با دردهای کمتر ولی ایچنگ یا خارش بیشتر در اطراف کانال مقعد به وجود میاد. خب میریم به معالجه این وضعیت. بهترین معالجه بواسیر از بین بردن علت بواسیر است. خب اگر در درجه اول بواسیر قرار داره، یعنی در داخل کانال مقعد است، برای معالجه ببینیم که چی سبب بواسیر شده. اگر قبض هستیم، قبضیت از بین ببریم. اگر تکلیف IBS داریم، IBS از بین ببریم. اگر حمل داریم که تدابیر خود بگیریم. علت باید به هر ملحوظ از بین برده شود. میتونیم از کریم ها و پومادهای مختلف، از آینتمنت ها برای معالجه این وضعیت و تسکین دردها استفاده کنیم. آینتمنت هردنزا نام تجارتیش است، نتیجه بخش است.
همچنان به خاطر دردها از ژل های لیدوکین میتونیم لیگنوکین و لیدوکین استفاده بکنیم. اینا انستتیکس است، تنها میتونه درد و خارش برای کوتاه مدت مهار بسازه. اگر پروتروژن داره، خونریزی شدید و مواد داخل بواسیر، رگهای پوندیده و فیشیا و میکوزا به بیرون آمده، در او صورت جراحی یا سرجری راه حل است. در پهلوی هموراید علاج انال فشر یا شق مقعد هم مثل بواسیر اول علت باید پیدا کنیم، علت از بین ببریم. پومادهای به نام GTN آینتمنت GTN یا گلیسرو تراینایتریت در مهار کردن و معالجه شق مقعد خیلی نتیجه بخش است. GTN 0.2% در مارکیت های فارماکولوژیک قابل دسترسی است و اینا میتونه در معالجه شقاق مقعد یا انال فشر همراه مریض کمک بکنه. اگر انورکتل فیستولا داریم باید ببینیم که ابسس در کجا موقعیت داره. اگر سبکوتینیوز ابسس است، یعنی ابسس در تحت جلدی موقعیت داره و از اونجا ترشحات به بیرون صورت میگیره، میتونیم اینا را توسط عمل کوچک جراحی از بین ببریم، تخلیه بسازیم ابسسه. و اگر در داخل کانال مقعد فیستولاها ساخته شده و سبب هیماتوما در قسمت پایینی رکتم یا پیر ریکتال شده، در او صورت جراحی علاج مطلق است. ممنون.